بله، این خلاصه‌ای بود از آنچه که یاد گرفتیم از استاد عزیزم آیت الله تحریری نازنین که توی این نوبت از برنامه یاد خدام قدم به چشم من گذاشتن. با افتخار خدمتتون سلام خیر مقدم عرض می‌کنم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید، خوشحالم از زیارتتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم در خدمتتون هستم و خوشحالم از اینکه این برنامه رو حضرت عالی زنده باشید داریم اجرا می‌کنیم و انشالله بینندگان و شنوندگان عزیز هم از این مباحث بهره مناسب رو و خوب رو ببرن و ما هم در همین راستا انشالله بتونیم که ادای وظیفه بکنیم. زنده باشید، محبت دارید، خیلی ممنونم. خب ما حالا یه خلاصه که مردم دیدن از فرمایشات گذشته شما، یادم میاد که از خلقیات پسندیده اجتماعی مثالی زدین و داشتین روی اون در واقع تمرکز کردین، صحبت میکردین که موقعی که ما یه مرافعی دعوایی پیش میاد و مشاجره بین دو نفر که یک نفر معمولا مدعی است، یک نفر منکر ادعای او هست، میفرمودید که خب حالا ما اینجا باید چه مسائلی رو رعایت بکنیم و جون سالم از این ابتلا به در ببریم، چجوری باید چیکار باید بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن. بحث ما در رابطه با همین عنوانی است که مطرح کردید که ما به هر حال در روابط گوناگون اجتماعی از دیدگاه دین و اولیاء دین علیهم السلام یک مسائل اخلاقی مناسب رو به ما تذکر دادن و خودشون اون رو به احسن وجه مراعات میکردن. درست. به هر حال انسان در روابط اجتماعی گاهی به آسیب‌های زندگانی دنیا مبتلا میشه، گاهی در عین حال به آسیب‌های روحی روانی. لذا دستورات اولیاء دین علیهم السلام این است که ما اگر به یک آسیب‌های دنیایی رسیدیم سعی کنیم که یه لااقل اون آسیب‌های روحی روانی رو در این برخوردهای دنیایی نبینیم. خب یک دیدگاه‌هایی به ما دادن که دیدگاه‌های اساسی و کلی نسبت به دنیا که زندگانی دنیا حالی یه نواخت نیست اولا و اونچنان ارزشی هم نداره که انسان اون ارزش‌های الهی یا انسانی رو زیر پا بذاره، اون تمایلات فطری رو نادیده بگیره. این توجهات رو به ما دادن که به هر حال اگر انسان از اون حد خودش به حال تجاوز بکنه به نوعی در وادی حیوانیت افتاده. عجب. در این مخاصمات و در این مرافعات این چنینه دیگه. طرف گاهی اون خودخواهی جلوه میکنه، خودشو حق مطلق میدونه و دیگری یا دیگران حقی قائل نیست، برای اونها جایگاه قائل نیست که اونها هم حقی دارن. از این نظر گاهی یک فکر دنیا طلبانه خوبی داره که بهش میگن عقل دنیایی، دنیاگرایی. بعضی این چنین دیگه به خیال خودش خیلی زرنگه، یک برنامه میچینه اگر با شریکشه یا با کسی که معامله کرده، امثال اینها ما الان ملاحظه میکنیم دیگه. گاهی از اهل دین انسان هم نیست، گاهی هم زبان هم نیست، یه طوری نقشه میریزه که بتونه بر او سلطه پیدا بکنه و از دسترنجش و از فکرش و اینها سوء استفاده بکنه. بله. این مسائل به هر حال متاسفانه هست در روابط اجتماعی، گاهی هم تو بین مؤمنان و اینها رخ میده. حالا بین پرانتز اگر همه ما
عمدتاً یک محور حقی رو دنبال بکنیم، این همه پرونده های قضایی درست نمیشه. این پرونده ها اساسش بر اینه، تعدی از حق و حقوق خود. طرف وقت چقدر میخواد زندگی بکنه، چقدر میخواد استفاده بکنه از مواهب دنیایی. وقتی میبینیم که در یک دستگاهی قرار میگیره با حیله و کلک و اینها زمین های مردم و اموال مردم و امثال اینها، گاهی به قانون اینها آشنایی دارن، یه طوری میره که قانون رو به نفع خودش یا دور میزنن، و دور میزنن و بعضی هم خیال میکنن زرنگن، حتی دستش تو قضیه نباشه، اما غافل از این که دست انتقام الهی همیشه هست. ما الان ملاحظه میکنیم دیگه تو صدا سیما اینا میان و به هر حال جلساتی هم مفسدین اقتصادی اینا از کجا نشأت گرفته؟ از اینکه هم اون جنبه های ایمانی که هیچ نادیده گرفتن و هم جنبه های انسانی رو اینا نادیده گرفتن با به هر حال ترفنده های شیطانی که اینا عمدتاً شیطان به انسان میگه، این انسان هم میخواد تو اون مسیر بره. شیطان یه زمینه است برای انحراف انسان، دست انسان رو نمیگیره، نمیبنده، اختیار انسان رو نمیگیره. انسان به فطرت الهی حق رو میفهمه و حق طلب هم هست، منتها این خودخواهی ها موجب میشه که براش مشوش خلاصه جلوه میکنه، گاهی اصلا طغیان هم میکنه که فرعونیان رو خدا متعال میفهمند که و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، میدیدن معجزات رو از حضرت موسی علیه السلام، می آمدن گفتن بگو این مشکل از ما بره. این مشکل حال با معجزه آمده بود. بله. یه دفعه اینا چون خیلی گستاخ بودن در برابر تعالیم حضرت موسی علیه السلام می ایستادند و مقابله می کردند و اینها، لذا حدود 9 تا معجزه رو صد طبیعی قرآن یه فهمیدن قورباغه تو زندگیشون پخش شد. میفهمیدن بعضا می آمدن می گفتن که از خدا بخواه این بره. اینو می دونستن که این ارتباط با خدا داره اما بهش عمل نمی کردن، چون اگر ارتباط با خدا رو که حق مطلق است، حق رو نازل کرده، کتاب موسی علیه السلام حق است، امام است، اماما و رحمه، اینا اگه بخوان خلاصه برن از این تجاوزها دست بردارن، جلوی تجاوزاشون گرفته بشه. منتها اینا این مشکل برطرف شد با دعای حضرت موسی علیه السلام، 2 مرتبه میرفتن جهدوا بها، انکار عملی میکردن به این آیات، با اینکه یقین داشتن که این موسی علیه السلام، همینطور خود فرعون به هر حال معجزاتی رو ملاحظه کرد، اما تا آخر هم آمد که حضرت موسی علیه السلام و پیروانش رو نابود بکنه. دنبال کردن دیگه تا رود نیل خوشحال بود، یعنی اینجا دیگه گیرشون آوردی. به جای اینکه تأمل بکنن که با این رود باز شد، چجوری باز شد بدون دیوار سیمانی و امثال اینا، معجزه است. بله معجزه است دیگه. اولین کسی که وارد اینجا شد خود حضرت موسی علیه السلام بود، بعد پیروانش. منتها فرعون میترسید چون حق نیست، میترسید. به هر حال پیروانش هم میخواست تو همونجا از بین ببره دیگه. آمدند و تو همونجا با همون آب خفه شدند، خدا اونجا نابودش.
غرض اینه این توجهات در واقع این هر دو جزای عملشون بود. بله. اینها به سلامت عبور کردن و این بله. پاداش عملشون بود، اونها گرفتار نپاش. یعنی این حق طلبی اون که روش ناحق طلبی بله بله. و خود رو حق جلوه میداد و اطرافیان میگفت بابا اینجا همش مال منه، شما صدق سر من دارید زندگی میکنی. با اینکه از جهت ظاهری همه یکسانن دیگه، تو چه حقی دادی که فرمان بدی ما زیر گرده تو باشی؟ این رو حاضر نبودن که درک بکنند و بیان اون زندگی الهی داشته باشن. غرضم اینه این مسائل باید توجه بشه که اگر انسان ببینه طرف مقابل به حال حق میگه، حق رو بپذیره که امام سجاد اسلام این رو فرمود که اگر نپذیره انسان خودش به علیه خودش قیام میکنه، میفهمه. خب خیلی ممنونم استاد. اگه موافقین تا اینجا نگه داریم. این دو طرف دعوا که مدعی است و اون طرف هم منکره، به نظرم هر دو باید یه سری موازین رو رعایت بکن. آره. حالا میخوام ببینیم اینا چیا هستش، مفصل جزئی‌تر شما بفهمید یاد بگیریم، متورع کنیم برنامه رو به آیات نورانی قرآن کریم و برگردیم، بعد در خدمت شما هستیم. بسم الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میدونین استاد، من داشتم به این فکر می‌کردم چه بسا توی این دعوا مرافعه دو طرف مشاجره که هست که نفر مدعی نفر منکر، این کسی که مدعی مسئله هست به حقم باشه، حرفش کاملا هم درست و منطقی و عقلانی و الهی و منطبق با فرامین الهی باشه، منتها باز باید برای اینکه حرفش رو به اثبات برسونه دستاویزش اعمال خشونت نمیدونم فلان نباشه، یه سری نکات داره. حالا شما بیشتر در همین راستا همین آیه که خونده شد در ارتباط با اهل کتابه، مخالفین از جهت اعتقاد، خدا می‌فرماید که با اونا میخواید جدال بکنید، مباحثه بکنید، شما مدعی هستید حقی، اونا منکر بر حق بودن شما، اونا ادعا میکنن ما بر حقیم، که خب مخصوصا یهود که تحمل نمی‌کردن غیر دین خودشون رو، حتی حضرت عیسی علیه السلام هم به هر حال باهاش مقابله کردن که این صهیونیسم به نوعی دنبال روی این منطقه که جز خودشون رو به هر حال قابل حساب نمی‌آوردن، انسان به نوعی نمی‌دانستند و اینها سابقه داره این طرز تفکر. این که فرمودید هر وسیله رو توجیه میکنه، اینا هم همینو میگن ما اون اهداف متوهمانه خودشون نسکشی بکنیم و همه چیزو از بین ببریم چون میخوایم به هدفمون برسیم. بله. خب این همون تفکر فرعونیه. آره. که بهش خبر دادن که کسی میاد زیرو میکنه حکومتت رو. این غافل از این که اونی که میخواد بیاد به خدا وصله. چقدر از بچه ها رو کشت که پسر باشن، به هر حال که جلوگیری کنه از اون که میخواد از آمدن حضرت موسی علیه السلام. در روایتی که حضرت موسی علیه السلام زیر تخت خود فرعون نطفه‌اش مونده. الله اکبر، الله اکبر. چون پدر ایشون تو اونجا ارتباط داشت. عجیبه واقعا کارهای خدا. بعد از این که به هر حال متولد شد و مأمور شد که مادرش توی اون صندوق بذاره و اینها، خدا بهش اطمینان داد که ما نگهش می‌داریم و جاءلوه اینا رادوه الیک و جاءلوه من المرسلین و داد، تو بستر فرعون بزرگم شد. الله اکبر. اینا همش درس دیگه. واقعا قرآن کریم پر است از این مباحث، هم خوبی ها رو بیان کرده، هم خوبان رو در مراحل مختلف، هم بدی رو هم بدان رو در رده های مختلف که شاخص های اعلاش فرعون و هامان و به هر حال اینها مایه عبرت ما باید باشه که الان همین چنینه. به هر حال اگر این مقاومت نباشه اینها
نابود میکنن. این مقاومت آمده که اون جنگ 33 روزه و 8 روزه و انشالله این هم به اون پایان قطعی انشالله خواهد رسید. خدای متعال وعده داده انا لننصر رسلنا الذین آمنوا. منتها ماها با این وقایعی که مواجه میشیم باید چشممون رو باز بکنیم. ما هم در مسیر اون دشمنان حرف نزنیم، حرکت نکنیم. اینا امتحان برای همه ماست. همینطوره. می‌بینیم که الان ملیت های مناسبت دیگه، بحث مدعی و منکره. الان مقاومت و ملت مظلوم فلسطین مدعی واقعی هست. بله بله. اسرائیل هم مدعی دروغی. خب اینا قیام کردن، خدای متعال کمک میکنه این مدعی نواقعی رو. ببینیم در کشورهای مختلف تو خود آمریکا اینا طرفدار پیدا کردن. اگر جلوشون رو باز بزن عده‌ای میان برای مثل مدافعین حرم که میرفتن، همه نوعا عده‌ای اظهار چیز کردن. غرضم اینه که این مسائل اخلاقی خیلی مهمه که ما در عرصه های مختلف این معارفمون رو باور داشته باشیم که به هر حال اگر طرف فرمودن باطلم میگه، سعی کنیم برخوردمون برخوردی باشه که اولا منطقی باشه، ما از دایره اخلاق خارج نشیم. خب باز قضیه فرعون و حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام اومده معجزه آورده، معجزه منطق عقلیه. در این حال خدا بهش میفهمد که میری پیش فرعون قولا له قولا لین، یعنی منطق رو ما از دست ندیم. در مناظرات این چنینه، مدعی و منکر داریم. طرف میاد خدمت امام باقر علیه السلام میگه نعوذ بالله، جسارت میکنه، باقر از بقره. اصلا نه، اینو حال جد نفرمونه، این شکافنده. بعد رها نمیکنه، میاد نصرانی هم هست، مادر شما یه تهمتی میزنه، از اون که اگر حرف شما راست باشه خدایشون رو ببخشه، اگر حرف شما دروغ بود خدا شما رو ببخشه. خب یک چنین برخوردی با چنین طرف حالا یکی به ما برمیگرده میگه بالای چشت ابروی میخوام بزنیم کلا چش ابرو رو کلا پیاده کنیم. یک چنین برخوردهایی با به هر حال مخالفین منکرین در عرصه های به هر حال اقتصادی و این چیزها ما ملاحظه میکنیم. لذا به ما فرمودن اگر اونی که ادعا میکنه باطله، ما رفق و مدارا باهاش داشته باشیم، نرمی داشته باشیم، نرمی سخن، نرمی خلق و خو، نرمی برخورد. و از مسیر دیگر اگر ببینیم که از یک اموری میترسه، اونها رو او رو برای بترسونیمش، متذکر بشه. خب اینا نیاز داره به انسان بینش داشته باشه، همین تنبهات رو طرف به طرف مقابل بده. اول هنرخویی، اگر این به هر حال مؤثر واقع نشد به این صورت، و اگر به این صورت هم نشد تمسک بکنه به اون پایبندی هاش، به چه چیزهایی پایبنده، او رو به نوعی متقاعدش بکنه که دست از این ادعای باطلش برداره. خلاصه از به ما فرمودن ما در این عرصه ها سعی کنیم یاد خدا رو فراموش نکنیم. این یاد خدا با اعمال این صفات ظهور پیدا میکنه. این دستورات الهی وقتی ما میخوایم مراعات بکنیم همون یاد خداست دیگه. یاد که فقط برنامه یاد خداست دیگه. این یاد شؤون مختلفی داره. یکی از شؤونش که خیلی گسترده است یاد عملیه. اتصاف به صفات خوب یاد اخلاقیه. این یاد مراتب داره. لذا حضرت این رو فرمودن. البته یه اذکاری هم به ما یاد دادن در ذهن که ائمه علیهم السلام
که توی این موقعیت قرار میگیریم. توی این موقعیت ها اگر قرار گرفتیم طرف به هر حال ما ارتباطمون رو با خدا به انواع مختلف با تبعیت از دستورات و بعدش هم این التجاعات تضرعها حالا توی عرصه های سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی، همه اینها عیبی نداره. دعاهایی به ما یاد دادن، یا حتی یه آیه هست وجعلنا من بین ایدیهم سدا من خلفهم سدا. ولی این هم فرمودن، دستور دادن که اگر با طرف مخالفت برخورد کردی این رو بگو که حالا یا نمیبینه یا تأثیرش منفی میشه. اینم تجربه شده. بله. خیلی به هر حال البته اولش فرمایشات ائمه علیهم السلام، تجربه هم برای اون رو تاکید میکنه. و غرض اینه که ما در این عرصه ها اذکار یا دعاهایی رو داشته باشیم. حالا به همین مناسبت که این گرفتاری ها هم هست، این دعای جوشن صغیر خیلی سفارش شده. خود امام کاظم علیه السلام برحال این رو خوندن وقتی مهدی عباسی ایشون رو میخواست به قتل برسونه، مقدر نبود اون موقع حضرت به قتل برسن، این رو خوندن. خیلی دعای شریفیه که به ما دستور دادن. و شنیدم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه به سید حسن نصرالله هم در اون جنگ 33 روزه سفارش کردن که این رو بخونن و خیلی مؤثر واقع شده. بله. غرضم اینه ما در این ارتباطات اون مقداری که میتونیم برای احقاق حقمون حرکت بکنیم. اگر طرف مقابل به هر حال با ارتباط مناسب که به دستگاه قضایی نکشه، حتی الامکان آبروریزی بشه، اینها رو دنبال بکنیم. اما اگر نه، انسان واقعا نیازمنده، واقعا هم حقش داره پایمال میشه و واقعا هم طرف ظالمه که اگر من از این حقم گذشت بکنم هم خودم آسیب میبینم هم جامعه آسیب میبینه، به لحاظ اینکه این ظالم هی رشد میکنه. درست. اینجا فرمودن ندیگه، اون مرحله آخره. این دستورات حقوقی و اخلاقی مرحله است که در این قسمت ما به اینجا رسیدیم که اگر به هر حال انسان بتواند از راه مناسب اون مراحل قبلی رو رفت، به نتیجه نرسید و نیاز داشت به احقاق حقش، اونجا دیگه اون مراحل قانونی رو با ضوابطش دنبال بکنه. در هر صورت من باید حواسم باشه چه در مقام مدعی چه در مقام منکر از دایره اخلاق خارج نشم. چه بسا این نقشه چیده شده، یه مکریه، حالا امتحان الهیه که باید حواسمون باشه. توکل به خدا. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. انشاءالله به برکت دعاهای شما، راهنمودهای شما و مثل شما ما توی این موقعیت تو زندگی خیلی قرار میگیریم، توی خانوادهمون، توی محل و کارمون، تو موقعیت‌های مختلف بتونیم که از این امتحانات سر بلند بیرون بیاییم. امری نیست. موفق باشید. محبت دارید. خیلی ممنونم از خیلی سپاس فراوان از بابت همراهی صمیمانه‌تون تا پایان برنامه. 3720 سامانه پیام کوتاه ماست. 162 هم شما روابط سازمان. هر چه میخواهد دل تنگت بگوی اینجا جا داره. مراقب خودتون و اخلاقی قشنگ و پسندیدتون باشین. الهی که همیشه همینجور بوی خوش گل محمدی بدیم توی موقعیت‌های مختلف زندگی هممون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.